اظهر عزیز سلام بر خودت، خوش اومدی به برنامه صبح معارف. علیکم سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. یک سلام به شما و عرض سلام به بینندگان و شنوندگان تلویزیون معارف هستیم و تشکر از شما که به ما توفیق دادن که در برنامه شما سهیم باشیم و در رابطه به موضوع صحبت کنیم. خوش آمدی اظهر عزیز، بسیار زیاد خوش آمدی. ما خیلی خوشحال هستیم که خودت در کنار ما داریم و بیا از خود کم قصه بگو که امروز فامیل را در جریان گذاشتی که در برنامه صبح معارف آمدی. امروز صبح فامیل در جریان گذاشتم، بله، به خاطر که وقت آدم یک موفقیت نصیب آدم شوه، بله. بیشک خوشحال میشه و با فامیل خیش در ارتباط میگذاره که موفقیت نصیب نشده و شما میتونید بیننده باشین موفقیت های ما رو. درود بر شما. بعدن باز فامیل چی گفتن؟ و گفتن برو نرو چیکار کن؟ فامیل هم بیشک دیگه فرزند یک دستاوردی که داشته باشه بیشک فامیل خوشحال میشه دیگه، قطعا که میگن برین دیگه. ماشاءالله، نام خدا. این بچه دردانه رو که اینجا میبینید دست پروردی یک فامیل بسیار خوب و فوق العاده است و خدا شکر که فامیل هایی داریم که در این راستا بچه‌هاشون خوب تشویق میکنن که تا خوب باشن در جامعه. خوب بودن یعنی متفاوت بودن. موافق هستی با گپ مظهر جان؟ وقتی که خوب باشی یعنی متفاوت میباشی. دقیقاً. بیایم روی فعالیت‌های خودت کم صحبت داشته باشیم. اظهر عزیز صنف دهم است. در چند نمره هستی و در کدام مکتب؟ ما در چهارقلای وزیرآباد مکتب لیسه رهنور دانش امسال که صنف 10 میشم. از صنف 9 اول نمره به صنف 10 ارتقا کردیم و در درس‌های خود ادامه میتونم در صنف 10. آفرین، ماشاءالله. خبر شدی کتاب گرفتین که صنف دهم چند مضمون اضافه میشه؟ بله، یک چند مضمون مثلا جیولوژی که اضافه میشه و دیگه مضمون‌های دیگه که اضافه میشه گرفتیم کتاباشه. آفرین. و چی آمادگی گرفتی در زمستان؟ کار کردی روی مضامین جدید؟ روی مضامین جدید بله، مثلا در صنف 10 تا 10 11 12 که در مشاهدات نامه نمره هاش رسیده میشه، سر ریاضی خود کوشش میکنیم دیگه. به خاطر که امتحان کنکورم نزدیک کردم و سر ریاضی و مضامین ساینسی کم کوشش کنیم که نمره خوبتر و یک آینده خوب درخشانتر داشته باشیم. به مضمون ریاضی زیاد علاقه داری؟ علاقه است دیگه، به خاطر جور کردن آینده دیگه خوب است. بله علاقه مسئله است که آینده مناسب داشته باشیم. در مسابقات ریاضی شرکت کردی غیر از مکتب، در مسابقات که بتونه سطح توانایی تو بلند ببره؟ بله، بعضی وقتا شرکت کرده بودم دیگه، در اکادمی مسلمی شرکت کرده بودم، بعضی وقتا دیگه در جا بودیم. بله، روی کدام عنوان شرکت کردین؟ به خاطر چی شرکت کردین؟ طرح و رسم و برنامه چگونه بود؟ به خاطر بالا بردن سویه خود شرکت کرده بودم. آفرین، ماشاءالله. و تنها با یک اکتفا نکنین دوست عزیز که اظهر عزیز تنها در مکتب اول نمره است. این که یک خطات بسیار خوب و خوب هم هست. بسیار خوب به این خاطر گفتم که قدم های اولشان است و اینجا تقدیرنامه دیگه هم با ما هست. و بیاین، نمیدونم تصویر دوست عزیز اینجا خوب است؟ بله، روی تصویر میبینم خوب است. این نوع از خطای اظهر جان عزیز است که کار میکنن. و اظهر عزیز بیایم از خطاطی بر ما بگو. بسم الله الرحمن الرحیم. در خطاطی چیزی که مهم است اول که یک جای آرام باشه و استرس نباشه در خطاطی کردن. دیگه می خطی که عروس خطها شناخته شده خط نستعلیق می باشه و تشکر از استاد عزیز ما استاد هادی رحمانی که می خطا رو به ما به بهترین شکل وقت ممکنش به ما مختص. دیگه انواع خطا در جهان بسیار زیاد می باشه. خطهای مشهور که است مثلا در انگلیسی اما خط کوپر پلیتش خیلی مشهور است که در زاویه 45 درجه کار میشه. دیگه خط نستعلیق که است خط عروس خطها شناخته شده و بهترین خطا دو خطی که داره خطش درجه اول است به نام استاد غلام حسین امیرخانی شناخته شده که در نستعلیق دست خطش اول می باشه. دیگه خطهای بعد از او خطهایی که دیزاینی است و به تقدیرنامه ها دیگه چیز دعوتنامه ها نوشته میشه. خط نستعلیق شکسته است. خط نستعلیق شکسته یکی از خطهایی می باشه که ایرانیان بعد از اینکه خط نستعلیق به وجود آوردن خط نستعلیق شکسته نیز تحت امضای عنوانی که قوانین‌های چیزی که مشابه با نستعلیق می باشه به وجود آورده است. ماشاءالله، چقدر معلومات خوب بر همه ما دادی. اگر ما به این خطای خوب توجه میکردم صرف به این متوجه میشدم که این چند خط است و بسیار خوب و توسط یک خطات نوشته شده. چقدر شعرهای خوب با معنا نوشته کردی. میشه بر ما بخونیش؟ حفظ داریش؟
حفظ ندارم مگه میشه امو ورق شب از اینجا دیده میتونی؟ از اینجا میشه؟ امو خب باشه برای بعد میمونیمش. خط انگلیسی رو برام چی گفتین؟ خط کوپر پلیت. کوپر پلیت اینجا دوستای عزیز هست. اگر تصویر همکارای من نزدیک بکنن، بله این قسمت اخیر که از خط کوپر پلیت است، خط انگلیسی. بله خب میایم بعدا روی تقدیرنامه های دیگر. ماشاءالله کارکردش بسیار خوب است. مهدی جان، مهدی از این برنامه بگو که چی باعث شد که بیایی به خطاطی؟ به خطاطی همین ذوق علاقه استعدادی که داشتم به خطاطی دیگه. مثلا پدر بزرگ من دستخطش میگه خیلی خوبش بوده، به خاطر همین روحیه پیدا کردم که بیایم هم استعداد خود در خطاطی هم امتحان کنم که آیا استعداد دارم. بله بعد فهمیدم که خطاطی هم یک رشته است که گاندی میگه که بهترین جایی که تحصیل میکنی یا بهترین چیزی که در تحصیلات ازش میآموزی دوره تحصیلات خط خوب است. به خاطر همین روحیه گرفتیم و گفتیم سوی خطاطی بیاییم و خط ما رو خوب کنیم. بله. آیا به نظرت خطاطی میتونه روی مهارت‌های ذهنی و فکری تاثیر بگذاره، بتونی خوب در درس‌ها لایق باشی؟ بله 100%. خط خوب که است، خط خوب نمود انسان است، مانندی که لباس خوب زینت انسان است. دستخط خوب هم به تحصیلات یا به علم ما زینت میتن. بله. در رابطه با دقت در خطاطی چی نظر داری؟ آیا دقت بکنیم یا نکنیم، یا اینکه اگه استعداد خدایی وقت باشه خودش میتونه خوب باشه؟ هر چقدر آدم استعداد داشته باشه بازم با پای دقت نمیرسه. دقت در خطاطی که است مثل است که در ریاضی مثلا امی سوال رو در ذهنت حل کنی خو رقم خیلی کم ممکن است. اگر در خطاطی زیاد دقت نداشته باشه میشه که کدام جایش کدام عنوان یا کدام قانونش از پیش ما بره یا گدوت شود. به خاطر همین باید در خطاطی یک جای آرام قرار بگیریم و کتابچه روبروی شانه‌های ما قرار بگیریم، به خاطر که کتابچه زاویه مستقیم با ما داشته باشه و به خاطر همین نمود خط ما بیشتر خوبتر رونق میده. آفرین، ماشاءالله چقدر معلومات دقیق و آشکار و واضحی که همه ما واقعا بلد میشیم با این معلومات. خب فهیم عزیز، رابطه نقاشی با خطاطی در قسمت مضمون هندسه می باشه، درست میگم؟ بله. آیا کمک میکنه یک خطاط خوب یک مثال اشکال هندسی بسیار خوب نوشته بکنه، بسیار خوب رسم بکنه؟ بله 100%. مثلا یک مثال به شما بزنم، حرف جیم. در حرف جیم دو چیز پنهان است. یکیش سرکش جیم است که شبیه ابروی انسان ها کشیده میشه و میتونیم که از روی کسی که خطاط باشه از روی سرکش جیم میتونم کلاگه جیم یک ابروی خیلی خوبم در یک رسامی رسم کنه. دیگه دایرهش که است مثل تخم مرغ کشیده میشه و میتونیم که در اشکال هندسی مثلا دایره نون که است مثل دایره کشیده میشه، میتونیم اشکال هندسیش خیلی خوبتر رسم کنیم. آفرین. و دایره از طرف چپ اگه شروع کنیم و دایره کشیدن دایره ما خیلی عالی‌تر از طرف راست میره. آفرین، ماشاءالله ماشاءالله به معلومات دقیق خودت. و یک شخصی که بخواد برای اولین بار بیاد به خطاطی چه توصیه‌ای برش داری؟ باید چه کارا رو انجام بده تا اینکه بتونه رقم خودت یک خطاط خوب شه و بتونه همچنان پیام خطاطی رو بر مردم برسونه؟ اول چیزی که خطاطا رو خوشنویس میکنه ریاضت است. ریاضت بهترین بخشی از خوب کار کردن می باشه که من مثل استادای بزرگ خیلی ریاضت کردن، مثل استاد غلام حسین امیرخانی و استاد غلام علی رسولی. اینا با ریاضت خطشون به درجه خوشنویسی رسیده، ولی ما که کار میکنیم درجه خطاطی است. ریاضت به معنای چی اگر دقیق بگویی؟ دقیق ریاضت به معنای تمرین کردن می باشه. تمرین کردن، بله. تمرین کردن زیاده. بله، تمرین تمرین تمرین. گفت در زندگیت میتونی با کدام کار خوب پیش بری؟ گفت با سه چیز. گفت تمرین بکو، تمرین بکو، تمرین بکو. مطمئنا هر کسی که تمرین داشته باشه فوق العاده میدرخشه. و این رو بتونیم که اگر در زمینه‌های نو وارد میشیم بدون تمرین وارد شویم زیر تاثیر میریم، زیر فشار می باشیم، ولی اینکه اگر تمرین داشته باشیم میتونیم کنترل بکنیم. بله. سبک‌های زیادی از خطاطی رو نام گرفتی مهدی جان. حالا بر ما بگو کدام سبک خود مهدی زیاد دوست داره؟ هر بار که دق میاره نشته میکنه. ما خودم دو سبک خیلی خوش دارم. یکیش خط نستعلیق است که نستعلیق است عروض خطا شناخته شده و بهترین خط در بین فارسی زبان‌ها می باشه. دیگه هم خط نستعلیق شکسته است. همچنان دایتون گفتم که بهترین خط است به خاطر دیزاینیست خیلی کاج پلش خیلی زیاد داره و خیلی خوب میتونیم که از او خوب شدن دست ما استفاده کنیم. آفرین آفرین. و سخت‌ترینش کدام است؟ کدامش بسیار به مشکل نشته میکنی خودت؟
در هر بخش دیگه سختی از خود داره دیگه، تو کامل نمیفهم کدامش سخت است یا کدامش خیلی آسان. تا امروز کدام بخش برات سخت تمام شده؟ تا امروز که خودم تمرین کردیم نسل مفرداتش و ترکیباتش در 3 ماه خلاص کردیم. خط شکسته خیلی سخت بود، تقریبا در 5 ماه یا 5 ماه رفتم تنها مفردات و ترکیباتش. بله تشکر مهدی جان، ای که بر ما معلومات بسیار دقیق در رابطه با خطاطی داری. مرا ذوق زده ساختی که برم سمت خطاطی با این معلومات دقیقت. بله دوستان عزیز، سید مهدی جان ازهر چندین تقدیرنامه دیگه شون پیش ما است. در رابطه با تقدیرنامه بر دوستا بگو ازهر جان که این تقدیرنامه را از کجا گرفتی؟ این تقدیرنامه را تقریبا 2 سال پیش از اکادمی مسلمی در چارقلای وزیرآباد می باشه گرفتم. یک امتحان اونجا برگزار کرده بودن، به خاطر همزم درجه ممتاز این تقدیرنامه را به من دادن. آفرین ماشاءالله. بعدیش این تقدیرنامه لوح تقدیر است که از مکتب در صنف 8 گرفتم، به خاطر اول نمره شدنم در سال آخر امتحانا امی تقدیرنامه رو به من دادن. ماشاءالله. نام خدا برات آرزوی موفقیت داریم، این که شگفتانه پیش بری. تقدیرنامه دیگر مهدی جان باشه برای برنامه‌های بعد. و حالا کم کم به پایان برنامه رسیدیم. در این قسمت سید مهدی ازهر که خطاط خوبم هست، یک فن بیانی بسیار خوبم داره در صحبت کردن و در پهلویش در بخش ریاضی هم لایق است. چی پیام داره، چی گفتنی داره بر بچهای همسنین خودت که فی الحال برنامه رو تماشا میکنن؟ گفتنی من است که در هر بخشی که ما استعداد دارین هم استعدادتان بیابین و روی همزو نقطه ضعفتان رو به نقطه قوتتان تبدیل کنید. بله استعداد داشتن آسانتر از نمک سر سفره است. مهم توانایی هایی است که ما او را پیدا میکنیم. مهدی جان تشکر، جان سپاس که در برنامه آمدی. ان شاء الله همیشه موفق باشی، رایتان سبز.